اشانی نورالدینجان خدا شما را نگه دارد. من توی کردم، من را پدرم و مادرم و برادرانم مجبور کردند که توی سر استول میکنی. من راضی نشدم. مرا پدرم آخ کرد که تو با گپی پدرت و مادرت کار نمیکنی. من گفتم که اشانی نورالدینجان میگوید که درست نیست و کسیتی شما را آوردم گوش کردند. خسرم گفت که من هم به این قول داملا راضی هستم، توی سر استول نکنید. اما موسفیدان قشلاق به من میگویند که تو عاق شدی. نه جوان خوب، جوان با همت، تو عاق نشدی. تو انشاءالله صاحب جنت هستی. همون پدر و مادر تو عاق شد، همون پدر و مادر تو گناهگار شد. انشاءالله تو همراه سعد بن ابی وقاص هستی. خوشا به حال تو جوان با همت. آره پدر و مادر تو احترام کن. اونها شاید از روی نادانی، شاید از روی ناموس شیطانی آدمان نخندن گفته به این گناه خوشان فرو بردی استادیان. اما خوشا به حال تو که اونها را از این راه گرداندی. انشاءالله تو عاق نشدی. اونها رو با هر سحری زیارت کن، اونها رو دستاشان رو بوسه کن، خدمتشان کن. انشاءالله اونها از تو راضی میشن. اگر مبادا راضی هم که نشوم به همین رفتارشان، تو گناهگار نیستی.